قدت کوتاه هست و نمیدونی باید چه استایلی بزنی، پس تا آخر این ویدیو رو ببین، چون میخوام چند تا ترفند که بلاگرای معروف انجام میدن رو بهت بگم. سعی کن از کراپ کتا استفاده کنی، کراپ کتای جین، کراپ کتای سنتی، کراپ کتای رنگی. استایل مونوکروم بزن. شمیز شلواری مینیمال، شلوار میتونه مامفیت یا بگم باشه، صندل، نود یا رنگ پوست باشه. از رنگای متالیک مثل طلایی هم میتونی استفاده کنی. اگر انتخابت بگ پارچه‌ای بود، صندلت حتما باید پاشنه داشته باشه و بلندی شلوار به قدری باشه که پاشنه صندلتو بپوشونه. کراپ شلوار بگتو یک رنگ بپوش. شمیزتو میتونی یک رنگ متفاوت انتخاب کنی. اگر طرفدار شلوار کارگویی، کفشت حتما باید رنگ شلوارت باشه یا حداقل هارمونیشو داشته باشه. قد شمیزت باید حداقل 65 و فون باشه. اگر کت جین یا شمیزای قد 70 و 75 هم میپوشی، حتما به مونوکروم ربطش بده. شلوار تو رنگ کت جین یا شمیزت انتخاب کن. فرقی نمیکنه مامفیت یا بوتکات باشه. در هر دو حالت باید با صندل تلقین و پاشنه دار بپوشی. از رنگای دیگه تو استایل مونوکرومت هم اینجوری میتونی استفاده کنی. آخرش که از همه مهمتر رو تو کپشن برات نوشتم. بفرست واسه اون دوستت که بهش نیاز داره. خوشحال میشم فالو کنی.